میگویند روزگاری در بازار بزرگ بخارا، مردی سمرقندی و مردی ترکستانی با هم آشنا شدند. سمرقندی به دانایی و سخنوری شهر بود و ترکستانی به نیرومندی و بازوی قوی. روزی هر دو بر سر این بحث افتادند که چه چیزی در زندگی مهمتر است، زبان و خرد یا بازو و زور. سمرقندی گفت با زبان میتوان درها را گشود، دلها را به دست آورد و حتی دشمن را دوست کرد. ترکستانی خندید و گفت اما اگر شمشیر بر گردن باشد هیچ زبانی کارساز نیست. برای آزمودن سخن خود به سفر رفتند. در راه به کاروانی رسیدند که راهزنان به آن حمله کرده بودند. ترکستانی با نیروی بازویش شمشیر کشید و چند راهزن را از پا درآورد، اما تعداد دشمنان زیاد بود. آنجا بود که سمرقندی پیش رفت، زبان به چرب زبانی گشود و با سخن شیرین دل سرکرده دزدان را نرم کرد. او را قانع ساخت که به جای خونریزی از کاروان بازرگانان باج بگیرد و جانشان را ببخشد. در پایان سفر هر دو دریافتند که نه تنها زور و نه تنها زبان بلکه ترکیب هر دوست که انسان را میسازد.